خدایا من 1 سال پیش کجا بودم؟ اینکه این اول ویدیوم هستی ببخشید اگه بعد دم بیاد یه ذره معذب هستم. حالا چه اتفاقی داره به سرم میفته؟ خدایا یا حسین Hallo, wir haben heute einen Termin. Ja, genau. Dann am Ende rechts erstes Obergeschoss. Danke. خب امروز قرار ماشینی که گرفتیم و تحویل بگیریم که یه مرسدس جی کلاس هستش و برکه داشته باشیم. خب سرات این ماشین رو ما گرفتیم. هولی جیزس حاجی بذار سوار شیم. این چه ماشینیه؟ صداشو شنیدید؟ هولی جیزس وای خب الان فده اون روز شده بریم تست این ماشین خفن. خب سلاتی یعنی اومدیم بیرون بریم سوار ماشین بشیم و اینو بهتون بگم که من این ماشین رو یه جورایی گرفتم ولی نخریدمش، یعنی اجاره کردم واسه 2 روز. قیمت ماشین اگه می‌خواستم بگن خیلی گرون بودش، یعنی تا آخر ویدیو رو ببینید بهتون میگم قیمت این ماشین چقدره، یعنی کلا چند تا بررسی هم کوتاهی بهش می‌کنیم. اوه ماشینم اینجاست. هولی جیسس عجب رخی داره. قراره بریم داخل اتوبان آلمان و اتوبان آلمان یه جوری هستش که آره دیگه مثلا میتونید 200 300 کیلومتر بریم، حالا بعضی از قسمتاش البته برکه داشته باشیم. خب فعلا قسمت اتوبانه که ما هستیم الان فکر کنم 120 چقدر میتونیم بریم؟ تو اینجاش میزنه که 120 تا میتونیم فعلا داخل این اتوبان بریم. آها اینجا هم جلومون باشگاه بایر مونیخه. خب الان نگاه کنید اینجا فعلا اینجا مانیتورش هم زده که الان میتونیم ساعت بی نهایت رو بریم که واسید اسپورت. خب الان اسپورت شد. یو حسین چه شتابی داره. سرعت 180 تا جب سرعتی. سرعت 200 تا و عجب سرعتی پسر. بیشتر از اینا میتونیم بریم. جلومون داره بیشتر شلوغ شده ماشینا، فکر کنم نتونید بیشتر سرعت بگیریم از 220 تا. یعنی که من بعضی جاها دیدم که تا 300 کیلومتر رفتن ولی آدم از شانس داشته باشه مثلا جلوش ماشین نیفته یا مثلا آب و هوا خوب باشه اینجور داستانا. خب ما میخوایم مثلا بالا 220 تا رو بریم ولی خود هم ماشین نمیکشه، یعنی شدنش که میکشه. فکر کنم مثلا دستگاهی کردن که از قصد که بالا 220 تا نره این ماشین. اینکه با این ماشین ما بالاتر از 220 تا میتونیم بریم ولی مشکل اینجاست که اتوبانا شلوغه چون که شنبه هستش. انقدر صدای موتور میاد که من نمیتونم زیاد بلند حرف بزنم. چه شتایی میگیره. آقا و اینکه حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه جای هستید کانال رو سابسکرایب کنید. یا حسین خب سراتی اگه موافق باشیم بیا یه نیم نگاهی به این ماشین داشته باشیم که چه شکلی هستش. خب همینطور که میدونی این ماشین خب همینطور میدونی این ماشین جی کلاس هستش و قیمت اولیه ماشین از 116 تا شروع میشه و میره تا 160,000 تا. البته این ماشین 50,000 تا روش آپشن خورده، یعنی از 116,000 تا شده 160,000 تا. اول به این رینگ زیبای این ماشین دقت بکنید. فکر کنم رینگ این ماشین 4,000 تا 5,000 تا باشه، یعنی قیمت یه دونه پژو 206 داخل ایرانه. و اینکه رنگش هم مات قهوه‌ای
نقره‌ای خاکستری باشه فکر کنم. آره این مرسدس خیلی منو نظرمو جلب کرده. میدونی چرا؟ چون که این معمولا اینم نقره‌ایه ولی مثلا این خاکستری، این سیاهه، این خفنه. و اینکه آقا اینا همشو آبشه میخوره. یعنی فکر کنم اینه که مات بشه فکر کنم نمیدونم 500 600 یورو 1000 یورو فقط به خاطر همین سیاه شدنشه. یه